که طرفدار آمده در هر منطقه تجهیز دادنی ایتلاف ادوکات‌ها طرفدار می‌کنن بپرسم طرفدار واقعی نیست یعنی قرار کنه این تجهیز دادنی ایتلاف ادوکات جمهوری تاجیکستان و مقامات‌های منطقه‌ای آن در ولایت مختلف گلگن بدخشان، ولایت سرخ، ولایت ختلان، ناحیه تابعی جمهوری و شهر دوشنبه باشد. از همه شماره کمترین گویم امروز ادوکات در جمهوری است. مثلا در روسیه 160 میلیون نفر اهالی باشد، 17252 ادوکات. یا اینکه اگر گرمانیا رو گیریم از 91 میلیون اهالی دارد 60000 ادوکات. در انگلیا 60 میلیون نفر اهالی دارد 67 از 5000 ادوکات دارد. ایالات متحده آمریکا 252 میلیون اهالی دارد 400,000 نفر ادوکات. امروز در ما 8 میلیون اگر تقریبا 18 میلیون باشد ممکن تقریبا 1000 ادوکات. ما برای چی رقم بودیم؟ اصلاحات ساحه ادوکاتوره اکنون بیم یعنی تطبیق کردن قانون کتی ادامه می‌یابد و هنوز حالی کارهای بنهایت زیاد هستند که در این ساحه ما یکجایی باید یعنی کارها را به اتمام رسانیم. این مقامات در آینده ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان را برای سرجم کردن تمام کوشش‌های از طریق قانون پیش‌بینی کرده شده را به خرج می‌دهد و اینچنین عایدی برداشتن نفوذ آبروی ادوکات در جامعه، عایدی بلند برداشتن سویه کسبی ادوکات، اینچنین عایدی بلند برداشتن صفت یاری حقوقی که به نیازمندان رسانده می شود کوشش خود را به خرج می‌دهد. طبق طلبات قانون مذکور آزادی به اتفاق حتمی است. آن ادوکات‌هایی که تا امروز مقام ادوکاتی دارند تا روزی 27 مارس سال 2016 آن را نگاه می‌دارند و در این مورد می‌توانند که علاقه اعضای اتفاق شوند، یعنی امتحان‌های تخصصی را در کمیسیون تخصصی نزد وزارت عدلیه تأسیس داده شده سپارند و مقام ادوکاتی را گیرند و برای رییستر یگانه ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان نام‌نویس شوند و من بعد طرز فعالیت خودشون انتخاب کنند. یعنی میتوانند اتاق ادوکاتی این اون ادوکات‌هایی که وکالت‌داری که پیشتر نمیخواستند در یگان جامعه ادوکاتی باشند. دوم این مصلحت‌خانه‌های حقوقی، سوم کلیگای ادوکات‌ها و بالاخره بیوروهای ادوکاتی. در اینجا نماینده وزارت عدلیه در سخنان تبریکاتی خود گفت که در تاجیکستان حالا همین شمار ادوکاتان کم است. یعنی چی فکر میکنید از چه سبب باشد این؟ سبب در اینجا یک چند تا هست. یکم این سطح پست زندگی مردم تاجیکستان، چون تجربه نشان میدهد مردم ما حق و زحمت ادوکات رو با اون خرج‌هایی که ادوکات میکند متناسباً پرداخت نمیکنند. از همین سبب مردم حقوق‌شناسان برای ادوکات شدن تلاش نمیکنند. سبب دوم این نفوذ ادوکات در جامعه پست بودنش است، زیرا که انجمن امروزه نشان داد مناسبت دولت نسبت به دولت و مقامات‌های دولتی نسبت به ادوکاتور چنین است.